برادر میگن که خیلی گناهی بسیار کردم و پشیمان و هم هر بار دلم وسوسه میشد که الله تعالی من گناهامو نمیبخشد. چی میگفتی مثلا؟ یعنی الحمدلله مثلا که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین توابون. همه بنی آدم فرزند آدم علیه السلام گناهگار و بهترین گناهگارها همین هایی که توبه میکنن. یعنی برادر الحمدلله گناههای کردگیش اقرار کرده، اعتراف کرده، از گناهاش اعتراف کرده که باشد، این چینده میشد، یعنی خیرنده میشد. الم یعنی للذین الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یعنی الحمدلله این چیز مثلا چی قلب خشوع به اومدنش دلالت میکند. یعنی این چیز الحمدلله مادامی که یعنی توبه گناه کردگیش پشیمان شد و نعم این چیز یعنی علامت نیکی. این چیز علامت نیکی. و برای من برادر دوند که یعنی انسان الله تعالی به 3 اصل عبادت میکند. این چیز چیه؟ یعنی محبت و ترس و امید. یعنی الله تعالی دوست می‌دارد و الله تعالی امید میکند و الله تعالی میترسد. یعنی گناه‌های کردگیشو باید که ترسد و اینچنین این ترس نباید که به یک چیز ناامیدی ببرد. یعنی ناامید نشود. مادامی که الحمدلله توبه کرد، یعنی انشاءالله امید کند که الله تعالی توبهش قبول بکند. برای این الله تعالی خرسند میشود وقتی که بندش بیند که چی با وی توبه کرده استاده است. برای من هیچ وقت امیدش چی یعنی امید یعنی محروم نشود، یعنی گم نکند.